جیم کری 7 آوریل سال 1962 در شهر نیومارکت کانادا تولد شده است. جیم کری قدش 187 سانتی متر میباشد. پدر و مادر جیم کری خیلی کمیزاد بودند. وقتی که جیم کری مکتب خون بود پدرش را از کار میبرند که پدرش بوغالتر بود و نام پدرش پرسی کری میباشد. مادرش باشد کتلین کری ارتیست بود. پس از کار رفتن پدرش آنها به خانه نام میکوچند و پدرش به پاسبانی فابریکه شین مراری کار میدارد. همینطور همه عائله جیم کری به فابریکه کار میدارند. جیم کری خواهرانش و برادرانش آنها رویبوچین کرده حاجتخانه های فابریکه را تازه میکردند و وقتی که عائله جیم کری این کار را میپرتویند آنها ماشین میخرند که در درونش خانه داشت زندگانی میکنند. بعدا پدری جیم کری کار نمی‌آورد. آنها به برلینگتون میروند. جیم کری در کلاسش شوخی میکرد و در مکتب باشد طالبانش را میخواند. وقتی که جیم کری 15 ساله بود او را پدرش به شو کمدی تورنتو میبرد، اما جیم کری از عائله‌اش نمیبرد و بینندگان او را با تخم میزنند و در سال 1979 او باز اشتراک کرده و بینندگان محکوم میشود و سال 1981 او ستاره کلوب میشد و در سال 80 او به لس آنجلس میرود و در کلوب آنجا برآمد میکند و او را در آنجا هزلچی آمریکایی رودنی دنجرفیلد دیده و او توصیه میدهد که به کینو اشتراک کند و او در اکران ها برآمد و در کینوی رزین و لیتو اشتراک میکند و در کینوهای زیاد اشتراک کرده پول کمی به دست میآورد و سال 1994 فیلم ماسک میبرد و در همان سال باشد فیلم توپای ایشو توپای میبرد. فیلم ماسک او از این فیلم $500,000 کار کرده و از فیلم توپای ایشو توپای باشد $7 میلیون کار میکند. سال 1995 او به لاین خیلی عاشق میشود و او را به عائله خود دعوت میکند، یعنی او را به زنی میگیرد و آنها جدا میشوند. سال 1996 باشد او با لورن عائله دار میشود و آنها هم جدا میشوند. سال 2005 با جنی کارتن عائله دار میشود و سال 2010 آنها جدا میشوند. در سال 2013 جیم کری 53 ساله بود و با دانشجوی روس آناستاسیا عائله دار میشوند و باز جدا میشوند و سال 2015 باز هم عائله دار میشوند و باز هم جدا میشوند و همسر جیم کری با استفاده دارو خود را میکشد.